محفل عجیب، غیر قابل باور و شوکه کننده سال روز تولد لطیف عزیزی در دبی از طرف شیخان عرب. لطیف عزیزی چند ساله شده است؟ چندمین سال روز تولد لطیف عزیزی در کشور امریکا و دبی. حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی لطیف عزیزی کاملا به دور از تصور. این دختر خانم توسط چه افراد حمایت می شود؟ لطیف عزیزی چرا دیگر به هنر موسیقیش نپرداخت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این دختر خانم هنرمند هنر موسیقی را از برنامه ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت و محبوبیت هنری برسد. لطیف عزیزی توانست در این برنامه مقام سوم را از آن خود کند، هرچند این زمان توسط داوران ستاره افغان حمایت نشد. لطیفه بعد از ختم ستاره افغان و کارهای هنر موسیقیش می پرداخت، کنسرت‌هایی برگزار می کرد و توسط افراد پولدار از طرف سمت شمال افغانستان حمایت مالی می شد. و بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. در کشور امریکا هنر موسیقی را ترک کرد و رو به مدلینگ آورد. برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می کند. تازه تصاویرش نشر می شود که سال روز تولدش توسط شیخان عرب در دبی برگزار شده است. ما آرزوی موفقیت کامی و سعادت برای این دختر خانم هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. سال روز تولدش را صمیم قلب تبریک گفته. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.